آزاد بمانم. ترکیه آزاد است، 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 آزاد بمانم. ترکیه حادثات دانشگاه مرکزی استانبول هنوز ادامه دارد. زمانی که پلیس اطلاع حاصل نمود که یک انتحاری وارد دانشگاه شده، اقدام به دستگیری او کردند. در ضمن برادر یکی از محصلینی که به دلیل سرپیچی از قانون دانشگاه اخراج شده بود، وارد اتاق جلسه دانشگاه شده، معاون دانشگاه و همکارانش را گروگان. خدایا توبه کردیم. سنجر، سنجر از حادثات خبر شدی؟ دینیز الیفه آغوش گرفته، از دانشگاه بیرون میشه. خدایا توبه کردیم. برای مهم نیست. یعنی چی که برای مهم نیست؟ اگه جنرال قدرت ببینه چی میشه؟ بیازو همه چیزا میفهمه شنهی، همه چیزا میفهمه. تو میخوایی چی بگویی؟ از عروسیشان یک همکار ما خبر شده. فردا دوستیشان پیش جنرال قدرت. شرکت صاف‌سودا داروهایی‌ро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. рад мера. سخنرانی امروزت بسیار عالی بود. سر تو افتخار میکنم. بسیار تشکر. کاش من بالای خواهرت میتونستم افتخار کنم. چی شده؟ رنا امروز با او دختر متاسفانه رأی مثبت داد که از دانشگاه بیرون نشه. اصلا باور کردن نتونستم. قدرت احمق. خدا را شکر که آخرین رأی از من بود. رنا در مقابل او دختر چی ضعف داره؟ قدرت جانم، ما از کجا بفهمم؟ بر صورت میگذاریم. او دختر هنوزم در دانشگاه درس میخوانه؟ بله، اما تشویش نکن. با رفتن رسانه ها نمایش او هم ختم میشه. او هم میفهمه که دیگه هرگز وارد دانشگاه شده نمیتونه. درست است باید قطع کنم. در تلویزیون دیدمش. امروز الیف گورل از دانشگاه مرکزی استانبول با اکثریت رای از دانشگاه اخراج شد، اما این هنوز با شعار اینجا دانشگاه ماست هیچ کس حق درس خواندن را از ما گرفته نمیتونه. هنوز منتظر است. الیف بسیار ناوقت شده، هوام سرد است، باید بریم. شما برین، من همینجا می باشم. چطور می باشی؟ میخوای شب همیشه سپری کنی؟ شبها و روزها تا وقتی که حق خدا به دست بیارم. الیف گپ ناک نزن. دزم تو حالا عمل هستی. درباره طفلت فکر کن. ما خوب هستیم. پدر چی؟ اگه به خانه نری قیامت برپا میکنن. میگفتن که خانمای حامله بسیار زد میکنن، اما باور نمیکردم. نه،
همینجا می باشم، شما برین. درست است. پس بیشی فلیس جان بخیر، ما باید خانه بریم. وقت زدش خلاص شد باز دویده خانه میایه. الیف اینجا نباش، خانه برو. درباره او تروریستا تحقیق کردم. در چندین حمله اشتراک کردن، اما با ارتجاع اصلا رابطه ندارن. من با شما هم نظر هستم جنرال صاحب. پس هدف اونا متفاوت است، اما فقط ضرری کار به معصومای مثل الیف میرسه. در این جنگ انسانای بیگناه ضرر میکنن. در پیش دروازه دانشگاه 6 اعتصاب کرده. امیدوار هستم که بتونه چیز را تغییر بده. با تنهایی هیچ کار کده نمیتونه. زیر پای شده از بین میره. همراهش گپ بزن. کاش میتونستم گپ بزنم. حتی جرأت ندارم طرف چشماش ببینم. موضوع اصلی غرور تونس قماندان الیف است. اگه به او ضرر برسانن تو جیگر خون نمیشی؟ میمورم. پس قبل از اینکه دیر شوه برو همراهش گپ بزن. خدا لعنتت کنه. این طفل دیگه از کجا شد؟ اگه دینیس خبر شد از من منصرف میشه. باید یک کاری کنم. باید یک چاره پیدا کنم. پیدا کردم. او شماره کجا هست؟ بله. سلام، من سنم هستم، دختر جنرال قدرت. بله، میشنوین؟ ها، وقتی که صدای من آمد ما به هر صورت هرچی عاجل باید همراهتان ملاقات کنم، چون که به کمکتان نیاز دارم. برم، ما تو را خانه میرسانم. من نمیرم، شما برین. الیف زد نکن لطفا، شما هم اصرار نکنین. بیبی با این کار تمام مشکلات طرف خودت میاری، فقط تو ضرر میکنی. قسمه که گفتین فقط ما ضرر میکنم، کس دیگه نی. این زندگی ما است، تصمیم ما است، میخوایم مبارزه کنم، مربوط شما نمیشه. ما تو را در این حالت تنها مانده نمیتونم. بیازه سالها پیش ترکم کردین، حالا چرا براتون مشکل شده؟ حداقل بگیره با پوش گرم می باشی جانم. نه خیر، لازم نیست. الیف یک بار به گپ ما گوش کن.
دختر ضدی ما. پدرت به تو افتخار میکنه دختره. راستش مشکل ما مشترک است. الیف، دنیزه از خود ساختیم. نگاه چی میخوایی؟ میخوایم هیچ رابطه بینشان وجود نداشته باشه. هیچ وجود ندارم. خواهرم از اون نفرت دارم. پس تو نمیفهمی دیگه. نه. الیف حامله است. بسته کدنتا بسته کن. اگه او حامله باشه الیف هرگز ترک نمیکنه. بسیار خوب فهمیدی. دوباره به روزای خوش گذشته برمیگردن. این دختر بسیار خوش شانس، همیشه چانس یاریش میکنه. بسیار عصبانی کننده است، اما تو نیست. ببین من تو رو بسیار خوب درک میکنم، اما این بار تنها نیستی. فهمیدی؟ اگه به کپایم گوش بدی از او طفل نجات پیدا میکنیم. الیف هم به زندگی گذشتی خود برخود گشت. ما چی کنم؟ طفل از بین میبریم. کافی سیرت غذایش علاوه کنیم. اما فقط 2 قطره، زیاد ضرور نیست. اگه میتونستم ای را به دستای خود برش میدارم، اما او از دست من حتی آبام نمی نوشه. فایده ما چی میشه؟ بعد از غذا ما و تو بیرون میریم. فکر میکنم بسیار وقت است که به خریداری نرفتی. همراه تو به خریداری میرم، لباسای جدید برات میخرم، حتی اگه خواسته باشی به سرگریان میریم. دوستایی که امروز به تو کف میزدن کجاستن؟ هیچ کدامش دیده نمیشه. گفتن این دعوای مشترک ماست، قرار بود یک جایی مبارزه کنین، همون تو نیست؟ قسمی که دیدی کلش گپای ناق بود. کلگی فقط به فکر نفع شخصی خود است. ما به تنهایی مبارزه میکنم. خانم ژاله، ما هرگز تسلیم نمیشم. باز خود دیدیم. السلام علیکم هموطنان عزیز، من یوسف استورا، اولادار صاحب 3 فرزند، ستارش دیرکتری کمپانی فبرلی که همه شما زنهای خانشین را به کار دعوت میکنم. در کماند ما زیاده از 1000 نفر زنهای تاجیک، زنهای خانشین کار میکنند. نوابسته شما در تاجیکستان یا در روسیه. معاش نقص هم میگیرند. معاش 70 سومان تا 7000 سومان. این حال شما در بالای اکران محصولات های کمپانی فبرلیگ را میبینید که به نهایت با صفت بوده، نرخ دسترس دارد. برای فرمایش و کار
در واتساپ نویسین، همش رو میفهمونیم. نام نویس شدن و آموزشش همش بیپولای. ما با کار قبول میکنیم، فقط زنها رو خواهش میکنم، فقط زنهای خونشین، زنهایی که به همین کار نیاز دارن نویسین، همش رو ساده کردن میفهمونیم. کدامی که کار کردن میخواهد مرحمت نویسین در نمره در واتساپ. باقی در امان الله مهربان باشین. خدا همتون نگهبان باشه. الیف، شما یک چیز بپوشین، خنک میخورید. تو هر چی میخوای بگو، اما من نمیرم. اگر نخوایم کنارت میباشم. نباید منصرف شویم. درست است، نمیشیم. نباید منصرف شویم. آی دختر هنوزم اینجاست؟ آقا دیگه جانم، این دختر بسیار زیدی است. آی راستی که عقل خود هست استاده. باید گپ بزنم جاله. به نظر ما او دختر هنوزم در مقابل دانشگاه است.
رسانه ها ما آمدن. چرا؟ به خاطری که شما برشان روی دادین. با گفتن میخواییم که در این دانشگاه باشیم به اونا جرأت دادین خانم رنا. بیبی یگانه خواسته محصلین درس خواندن است و بس. با این کار خود اونا را از دست میتیم جاله. به خاطر رسیدن به هدف ما باید یک چیز را از دست بدیم. فراموش نکن این فقط آغاز کار ماست. اول ارتجاعی ها را از دانشگاه اخراج میکنیم، بعد از او باز نوبت رهبری میرسه. یا کلتان هم نظر و هم دست ممی باشین یا تک تکتانه اخراج میکنم که تو هم شامل اونا میشی رنا. دستکول خودم میگیرم. الیف گورل مسئله که دیروز با اکثریت آرا از دانشگاه اخراج شد هنوزم با گفتن ای دانشگاه ما است و هیچ کس حق درس خواندن را از ما گرفتن نمیتونه گفته به مبارزه خود ادامه میدهد. هر لحظه تصویری در تلویزیون دیده میشه. بسیار یک دختر ضدی است. میخواه جلب توجه شود دیگه چیز نمیخوایم. به نظرم این دختر کاملا بیگناست. همگی را میفهمند. خانمی جان در ترکیه هر روز یک حادثه نو رخ میده. شاید فردا خبر جالب تر پیدا شود و تمام رسانه‌ها پشت او را بگیرن. با این شکل او دختر بیچاره فراموش میشه. خانمی جان بله صبح وقت مزاحم شما شدم جنرال صاحب. میخوایم درباره یک موضوع مهم گپ بزنیم. مشنوم. جنرالیه داخل است؟ بله داخل هستن جنرال صاحب. درست است رفتم میتونی. درباره ازدواج‌های یک سال اخیر گزارش خواسته بودین جنرال صاحب. بله خواستم به دستای خود براتان تسلیم کنم. اگه امشب وقت دارین به خانه تان میارمش. تشکر میکنم. حال دیگه رای نجات نداری جنرال سنجر. بیا جانم. امروز لازم نیست که آشپزی کنی. بالا میری اتو میکنی. بعد از وام تمام شیشه را پاک میکنی. درست است خانم. شنایی خانم شنایی به زیارت قبر پدرم رفته بودم. از او خاطری را گرفتم. اما لطفا غلط درک نکنین. درست است. تو به کارهای خود برس. درست است. بله شنایی. سنجر را متوقف ساختن. جنرال یهیتان پیدا کردیم. خوب است. بالای خانمش فشار میارم تا به خاطر طفل خود دعا بخونه. بعد از وام گزارش میتیم. بسیار فکر خوبی کردی. سنجر باید امتحان کنیم. دیگر راه حل نداریم. گوش کو، ما یک کار بسیار عاجل دارم. بعداً در این باره گپ میزنیم.
به خاطر پیش بردن این مبارزه باید از یک راه قانونی استفاده کنیم. دوباره امضا جمع میکنیم. درباره موضوع حقوقیان باید فکر کنیم. حتما در قانون جدید یک راه حل وجود داره. بله امکان داره. سلام دوستا، میتونیم چند سال داشته باشیم؟ از دیروز به این طرف همه درباره شما گپ میزنن. از جمع قدر دوستا از دیروز فقط شما به این مبارزه ادامه دادین. میشه جواب بتین؟ استغفرالله، ما فقط حق خود خواستیم، دیگه چیزی نه. شما دیروز به تنهایی آغاز کرده بودین، اما امروز مبارزین بیشتر در کنار شما هستن. ما همه قسم برای خود ادامه خود دادیم. در ضمن الیف را برای ما باز کرد و ما تا آخر را میخواییم همراهش باشیم. ما ادامه میتیم و مبارزه خود کردیم. برای خود 2 یا 3 همراه پیدا کرده، اما به هیچ وجه چیز قابل تشویش نیست. با نظر تو شورشا چطور در این وضعیت رسیده؟ ها؟ آیستا آیستا، خاموشانه و عمیق. طرز کار اونا اما قسم است. بله، تو فکر میکنی که اونا را از بین بردی، اما اونا هنوزم به مبارزه درونی خود ادامه میتن. از این خاطر اگر هرچی زودتر مانع این کار شوی بسیار خوب میشه. درست است. کاش بدونی کدام مشکل موضوع دوخانی را ختم کنیم. تشویش نکو، هیچ نوع مشکل خلق نمیشه. بار اول است که بدون اجازه یعید ای کار انجام میتم. جانم مهم نیست شوهرت همه چیز بفهمه. در ضمن این حق طبیعی تو است. به عنوان یک مادر به طفل خود دعا میخوانی. قبل از آمدن مهمانا بتش که لباساشو تبدیل کنم. البته حالا سنجر موبایل تا جواب بده. شنایی جان؟ جان پاکشه فراموش کردم. بدیلیک زنگ زدم تا دیر نکنه، اما تلفنشو جواب نداد. آی بچه مقبول. احمق. بفرمایین. تشکر میکنم. چطور تصمیم گرفتین این کار انجام بدین؟ راستش اگه خانم شنایی نمی بود جرأتی کار کردن نمیتونستم. راستی خانم شنایی کجاست؟ زن
زنگ نزن شنایی، زنگ نزن وقتش نیست. آی آدم میخواد چی کنه؟ شنایی؟ آی من نمیخواستم شما را بترسانم. آی نه خیر، من همیشه همه قسم میترسم. مهمانا درباره شما میپرسن. حالا میرم. کدام مشکل دارین؟ نه خیر من یک دوست خود زنگ زده بودم، قرار بود پیش دکتر بره. وقت جواب نداد به تشویش شدم، از او خاطر. پس بیا که بریم جانم. درست است، من یک گلاس آب میگیرم. بفرمایین جانم. خوش آمدین. فکر میکنم خانم گلزار آمدن. سلام به همه. خوش آمدین. سلام. شنایی جان. سلام. سلام خورک. آسما جان میشه یک گلاس آب برام بیاری؟ البته حالا میرم. با اجازه تان ما زود پس میاییم. آسما جان ما باید همیالا برم، کار ضرور برم پیش آمد. چرا؟ دوستم زنگ زد، دکتر برش خبر خوش نداده، روی خود از دست داده، از این خاطر ما باید پیشش برم. درست است جانم، برو شفا باشه. زنده باشی جانم، زنده باشی. این آدم چی میکنه؟ چرا نمیره؟ جنرال سنجر؟ بله. یک ساعت میشه برات زنگ میزنم، چرا جواب نمیدی سنجر؟ حالا خود جواب دادم، گفتنی تو بگو، عجله کو کار دارم. ده خانه جنرال یهی خانه جریان داره. چی؟ با این گزارشم حتما خوش شدی، اما تو نیست. تو بسیار هوشیار هستی. واقعا خوش شدم، با امید دیدار. خداحافظ.
اوضاع دانشگاه به همه معلوم است. استادا درس دادن نمیتونن، هر روز مظاهره، هر روز تظاهرات. ما هم از این وضعیت ناراحت هستیم استاد. در این صورت عکس العمل خدا نشان بدین، صف خدا ثابت بسازین که طرف کی هستین. برشان نشان بدین که این دولت یک دولت جمهوری است و هرگز او قوانین دینیه که به خاطر برپا ساختنش تلاش میکنن موفق نمیشن. رفیق اگه ای باران برنده نشم قسم میخورم که دیگه ای کارو توقف میتم. نه پول مانده و نه دارایی هیچی ندارم. بیادر ای بار سر شما را هشتم شرط میزنی. قسم نمیشه بیادر. تو چرا پشت همی اسبا گرفتی؟ روز گذشته ما رو شرمنده ساخت. نمیتونه. قربانت شم گپ بفهم دیگه رفیق. سلام یا دوستان، الماس ما جان، میتونیم چند همی سوال از دخترت شما نیست؟ داشته باشیم؟ تمام مردم استانبول درباره شما گپ میزنن. از جمع قدر دوستایتان فقط شما تمام شب اینجا سپری کردین و مبارزه میکنین. استغفرالله، من فقط حق خدا خواستیم دیگه چیزی نخواستیم. دیروز وای خدایا، وای خدایا، قسم میخورم این دختر مرا قاتل میسازه. به اندازه که دختر رو تو کوب کردیم اگه یک کار لط میکرده مال از بین رفته بود. هیچ نمیفهمم چی کنم. سرش ببرم یا پایش بشکنانم. اینا بیبی با هر رسانه مصاحبه میکنه بیادر. در دل کی رسانه ها با ما داده هیچ موجودی دیگه در دنیا برام نداده. هیچ نمیفهمم چی کنم. از عقل خود کار بگی، عقل خود. میخوای چی بگویی؟ بلی از خدا من خودم عقل کل هستم. دهنت بسته کن. گزارش میگم، گزارش. گزارشی چی بیادر؟ بگو جانم چی گفتی؟ یک بار دیگه بگو. گزارش هم میگم بیادر، گزارش بده پول بدست بیار. آفرین. اینا چه قسم انسان هستن؟ روز به روز یاد شده میرن. تشویش نکنین دخترا، مطمئن باشین تا شام همشان گم میشن. خواهم؟ هولیا تو اینجا چی میکنی؟ خواهر جان به خاطر کمک کردن پیش تو اومدیم. تو در اینجا مبارزه میکنی اومد در خانه بشینم. پدرم از آمدنت خبر داره؟ نه خیر که آمدم در خانه نبود. بیبی خواهر جان من بالای تو باور دارم. تا آخرین لحظام در کنارت میباشم. درست است خواهر. دروازه را باز کنین. شما چه قسم مواظبت میکنین؟ نمیفهمین که در داخل فعالیت های ارتجاعی وجود داره؟ شما هنوز خواب هستین. عجله کنین، مرا تعقیب کنین، عجله کنین. خداوندا با دادن آذان به گوش چپ و راستی معصوم و با گذاشتن یک نامه که تو ازش راضی باشی به این طفل یک عمر پرفیض و یک زندگی آرام نصیب بگردان. الهه آمین. عجله کنین. حالا دیگه آمین. خداوند قبول کنه. خداوند از شما راضی باشه. حتما شناییست. بفرمایین آقا سنجر.
خداوند قبول کنه. خانم آسمه، داخل شوین، عجله کنین. شما او طرف ببینید، شما می طرف. الیف یک دختر قوی است. میفهمم. لازم نیست که با تشویش باشی. فکر میکنم این حقم ندارم، اما حداقل میخوایم کمک مالی کنمشان هر دم. شاید ضرورت داشته باشن که به خود وکیل بگیرن. نه الیف، و نه کسای دیگه به پول ضرورت دارن. در ضمن اگه الیف خبر شوه مرا هرگز نمیبخشه. و ها، تو اعتماد خدا پیش الیف از دست دادی. بسیار زیاد تشکر. الیف، هولیا کجاست؟ میخواست تشناب بره تا هنوز نمده. به هر صورت ها، اردام آمد. براتان غذا آوردیم الیف. بسیار زیاد تشکر، زیاد گشنه شده بودیم. بیاییم که بشینیم. خواهر، غذا میخوری؟ بله، اردام آوردم. برو تو هم بگی. اما ما از خانه برات غذا آوردیم. زنده باشی. نگاهش کن، باز شب میخوریم. الیف، دخترم. پدر؟ توی چی میکنی؟ با تو چی؟ حالا دیگه باید به تو هم حساب توم. پیش دختر خود آمدیم، میخوایم برش کمک کنم، میخوایم حق خود به دست بیاره. با دختر خود یک جای مبارزه میکنیم، تا آخرین قدره خود مبارزه میکنیم. تو تشویش نکن دختر. چی خورده میرین؟ کمی به مام بتین. اینا را از کجا پیدا کردین محافظ؟ از خانه شما پیدا کردیم جنرال صاحب. از خانه ما؟ بله جنرال صاحب، از خانه شما.
جنرال صاحب. جنرال صاحب کدام هدف بد نداشتم، به خاطر طفل خود دعاخوانی برگزار کردیم. اگه شما همراه ما تا قرارگاه برین بسیار خوب خواهد شد جنرال صاحب. خواهر جان برای چای بیارم که کم گرم شوی؟ دخترم با ما هم چای بیار. ما هم چای میخوایم. دیشب هیچ نخوابیدی؟ تو خوب هستی؟ هیچ وقت قدر خوب نبودی. خب چی نقش داره لیلیت؟ در این باره فکر کردین؟ هر چی زودتر کارهای قانونی را آغاز میکنیم استاد جانه. خوب است، زیاد دیر نکنین. بگی خواهر جان. استاد شما میخواین؟ بسیار تشکر. اونا را ببینین. یک دقیقه دوستو، یک دقیقه اجازه بدید. درست است آرام باشه. درست است، جنگ نکن. یلماز باشه هر جا که جنگ باشه تو همونجا هستی. بازا جنجال افتادی.
ما جامعه با حجاب میخواهیم. ما جامعه با حجاب میخواهیم. ما جامعه با چی کنیم حالا؟ تعداد اونا زیاد است، باید فرار کنیم. بریم. اینا دیگه کی هستن؟ فقط اینا کم بودن. بفرمایین. کدام پیشرفت وجود داره؟ نه خیر، با گذشت هر لحظه زیاد شده میرن. قدرت تو عقب جانب هستی، نباید نادیده میگرفتم. خب درست است، متوجه باش تو مداخله نکنی، دیگه ایشم ما حل میکنم. درست است. راستش من با شوهر مشوره کرده بودم، قرار نبود که دعاخوانی برگزار شود، اما وقت خانمتان به من جرأت دادن. به این اندازه پس شدین جنرال؟ حتی از خانم خود در این کار استفاده کردین ها؟ جنرال صاحب، خبر مراسم دعاخوانی شما به ما رسیده. فردا باید با جنرال قدرت گزارش بتون، وظیفه معمی است. در ضمن جنرال صاحب، نظر به قانون باید از خانه نظامی بیرون شویم. میخوایم هر لحظه از اوضاع دانشگاه خبر باشم. کی داخل میشه و کی بیرون میشه تمام گزارش میخوایم فهمیده شد؟ بچه‌شم جنرال صاحب. این کار بسیار طول کشید، نمیخوایم دیگه وقت ما ضایع شود. شما منتظر خبر ما باشید. بچه‌شم جنرال صاحب. رفته میتونید. خبرنگارای عزیز لطفاً بیدار شوین. بیدار شوین دیگه. چی شده؟ رفیق من میخوایم یک گزارش بتون. گزارش بسیار معلومات مهم براتون دارم. راستش اگه بگویم در شهر قیامت برپا میشه. خب یعنی قدر مهم است. مهمه چی بیادر جان؟ بسیار مهم. اما تو هم میفهمی که چیزای مهم با ارزش است. چیزای مهم با ارزش و قیمتی است. فهمیدم درست است. بر صورت من یک بار امرای مدیر خود گپ بزنم، وقتی امروز گپ زدم باز برات خبر بچین. درست است صدقه بروتای ما همینجا میباشیم، هیچ جایی نمیرم، منتظر خبرتون هستم. وقت خوش براتون. درست است برو. میخوای ما را فریب بده احمق. باید بریم فیلیس. همیال میرین؟ هر چی زودتر باید دواره باز کنیم. درست است برین. خداوند موفق داشته باشید. آمین. انشالله که موفق میشیم. خواهر جان میری؟ یک دو لقمه خو غذا میخوردی؟ نه خیر عجله داریم. من کمه میخورم هولیا. ما ایره به خواهرم آماده کردیم. وقت آمده میخورم. اوف. او چی است؟ تازه آماده کردی؟ به تمام بخورم. آفرین دخترم، بسیار مزه‌دار آماده کردی، زنده باشی. اگه دوغم با خود می آوردی دیگه مزه‌دار میشه، تا حال فرق نمیکنه.
کردی دوا رو برش دادی؟ از دیروز تا حالا کوشش کردم میرم. یک کار انجام داده ندانستی. اگه آسان است تو انجام بدی. بیا تو خودم این کار باید کنم. خواهیم زدن جنرال صاحب، بسیار زیاد هستن. چی کنیم؟ اقدام کنیم؟ فهمیدم. با چشم جنرال صاحب. بفرمایید جنرال صاحب. داخل بین. جنرال صاحب، قرار بود شام با خانه بیارین. خانم مریض شد جنرال صاحب. درست است، شفا باشه. زنده باشه. دوسیه رو به ما بتین. چی شده؟ کدام مشکلی است؟ وقتی دوسیه را بررسی کردم بعضی کمبودی‌ها وجود داشت. فرصت نیافتم اصلاح کنم جنرال صاحب. اگه خواسته باشین ما بررسی میکنم جنرال صاحب. وقتتان ضایع نمیسازم. بتن. شما اینجا چی میکنن جنرال صاحب؟ جنرال صاحب، دیروز اطلاع به دست آوردیم درباره فعالیت‌های ارتجاعی ها. جنرال جدید؟ جنرال دونمز. بله جنرال صاحب. بعد از تلاشی و اتاقش یک جای نماز و یک قرآن کریم به دست آوردیم. فهمیده شد. وظیفه لازم انجام بدین. امرتان به جا میشه جنرال صاحب. رفتم میتونین. جنرال صاحب، با اجازهتون. الیف، هنوزم سر تصمیمت استاد هستی؟ تا آخر مبارزه میکنم سهیلا. بیبی جانم، منظور من خو نیست. درباره طفله میخوای بده نیست چیزی بگویی؟ نمیفهمم. بالاخره خو خبر میشه. تو چی وقت میخوای که پنهان کنی؟ هیچ تصمیم گرفتن نمیتونم. اگه ما بجای دنیز می بودم و توی گپ ازم پات میکردی حتما میکشتمت. راست میگم الیف، زیاد جگرخون میشدم. بالاخره هرچی نباشه او پدر طفل است. درست است کار او قابل بخشش نیست، اما او طفل معصوم چی گناه داره الیف جان؟ سهیلا بس است دیگه، بس که دیگه ما میرم میفهمم. پس یعنی میخوای که برش بگویی نه؟ تا هنوز تصمیم نگرفتی.
خانم رانا، بیبی الیف، یک بار دگم دایی برا فکر کو جانم. یعنی باز کردن دعوا خطرناک بودن میتونه. لطفاً زد نکو جانم، بیا که یک راه دیگه پیدا کنیم. ما راه خدا انتخاب کردیم. حق خدا میگیرم و دانشگاه ما ادامه میتم. هیچ کس مانی ما شده نمیتونه. آمدم. هرچی که به خیر ما باشه. او اینجا چی میکنه؟ هوش کنی جواب شنتی سهیلا. تو چقدر یک انسان بیغرور هستی؟ میخوای چی کنی ها؟ درست گپ بزن احمق. تو مداخله نکن. من همراهی به شخصیت گپ میزنم. چرا تو هنوزم از دینیز جدا نمیشی ها؟ او تو رو رها کرده و همراه من نامزد شد. هنوزم منتظر هستی؟ منتظر پشیمان شدنش؟ میخوای که دوباره برگرده؟ دینیز دیگه فراموش کن. قسمه که دینیز تو رو فراموش کرده گپم فهمیدی؟ کار قدرم ساده نیست سهیلا. دنیز مسئولیت های زیادی داره قبل از رها کردن. سهیلا همون قسم که ما هر دو تصمیم ازدواج گرفته بودیم، همون قسم دایی بارم تصمیم میگیریم. تو هنوزم از دینیز دستبردار نیستی؟ جانم شما جدا شدین. شوهرت امرای من نامزد شده فهمیدی؟ حالا میرم که همراه دینیز گپ بزنم. یعنی درباره همه چیز برش میگم. هرچی میخوایی بگو، اما دینیز گپش تو بر نمیگرده. درباره طفل برش چیزی میگی؟ بله. پیش او رفتن نمیتونه. هرگز برش اجازه را نمیدم. هرگز. ایلیف میخوای که با همراهت اونجا بیایم؟ نه خیر لازم نیست، من خودم میرم. پس درست است، من پیش وکیل میرم ببینم که همراه او امضاها دعوا باز کردن میتونیم یا نه. درست است، بسیار خوب میشه. ایلیف منصرف نمیشی؟ همه تو نیست بعد نیست کل چیز میگی؟ برش میگم. درست است، پس موفق باشی. زنده باشی. او طفل به دنیا نمیه. هر دویتونه از بین میبرم. آی خداوند لعنتت کنه. خداوند لعنتت کنه. لعنتی. امر کنین جنرال صاحب. هرچی شما بگوین. چی شد؟ با دیگران خبر بده. در یک موقع مناسب اقدام میکنیم. درست است.
حالا دوستا عجله کنین دیگه طول نتین. این آرام بگی به همگی تقسیم کن. زوچه دیگه. سلام، میخواستم امروی قماندان دینیز گپ بزنم. میشه برشون خبر بتین؟ ابا بگویم کی آمده؟ بگوین ایلیف آمده. درست است، لطفا منتظر باشید. دور شوین احمقا، دور شوین احمقا. حالا برید، من همراهتان کار دارم. شما چی گفتید؟ ها؟ دور شوین. حالا برتان نشان میدم که چی گفتم. دور شوین، برید حالا. دور شوین احمقا، برید حالتون باشه. دروازه را بسته کنین، هیچ کس نباید داخل شوه. از بین ببرین، هیچ چیز سالم نمانید. ایلیف کجاست؟ چی میکنه؟ صبر کنه. ایلیف دخترم کجاست؟ تو احمق دخترم میخوایی؟ آدم بیعقل، بره. ایلیف لطفاً ببین، من دیگه چاره ندارم. مجبور هستم با دینیز ازدواج کنم چون که حامله هستم.
اینجا چی گپ است؟ چیزی نی. نه اینجا با هم مقابل شدیم. الیف لطفا ما دیگه هیچ چاره ندارم. مجبور هستم که با دنیز ازدواج کنم. سنم میشه چند دقیقه ما رو تنها بانی؟ لازم نیست. ما به خاطر گفتن ای که میخوایم جدا شویم آمدیم. میخوایم طلاق بگیرم. هر کس باید متوجه زندگی خود باشه. اجازه بدی که بره تا که ما تو با هم ازدواج کرده بتانیم دینیز. فعلا نباید خدا از دست بدی. بعد از این هر قدر که چیغ بزنی، هر قدر فریاد بزنی، هر قدر بخوای گریه کنی گریه کن، اما حالا این کارا نکن. نباید خدا در مقابل اونو بیچاره نشون بده. خانم رنا فرار کنه، حالا دور شوید، زود باشه. خانم رنا باورم نمیشه. باز مرا مثل همیشه مقصر فکر کردی. او کاملا پریشان بود. به الیف چی گفتی؟ شاید که کارای شوهرش به یادش آمده باشه ها. تو کارای تو فراموش کردی. سنم به اساس بیشتر از این مرا عصبانی نساز. چی شده؟ باز چرا شما جنگ میکنین؟ خانم الیف خواسته که جدا شوه، اما این مرا مقصر فکر میکنه. گفتی که جدا میشن؟ خدا را شکر که جدا میشین. پیوندتان ما از بین نبردیم، گپ فهمیدی؟ خودت این کار کردی، من مقصر نیستم. کلگی مرا مقصر فکر میکنن، فقط که من مقصر کل چیز هستم. سنم جان لطفاً دیگه تحمل کردن نمیتونم. دخترم بیبی جدا میشن، باید کم دیگه تحمل کنی، فقط کم دیگه تحمل کن. اما او دختر همیشه در بین ما خود بود. نه خیر، بوده نمیتونه. اگه کدام طفل می داشتن بله حق به جانب استی، همیشه با هم بودن، اما خدا را شکر طفل ندارن.
بعد از این دیگه هیچ تشویش نکن. اونا از هم جدا میشن، هیچ تشویش نکن دخترم. الیف برای همیشه زندگی ما بیرون شده میره. خوش باش دیگه. برای پلیس آمدم کاری میکنه کدام برای دور شوین حالا دور شوین زود باشین دور شوین حالا زود باشین برین از اینجا فرار کنین حالا الیف ما اینجا هستیم چی بکنیم بازست دیگه سهیلا الیف شما کجا هستید الیف دنیس میشه که چند دقیقه با هم گپ بزنیم؟ فعلا نمیخوایم امروز گپ بزنم سنم. اما فقط یک سوال دارم. اگه بفهمی که تو الیف صاحب طفل میشین چی میکنی؟ لطفا این موضوع را بسته کو. اما که باشه چی میکنی؟ واقعا میخوایی گپ بفهمی؟ البته که طفل خود انتخاب میکردم به خاطر که الیف مرا ببخشه هر کاری که از دست میامد انجام میدادم سنم. همین لحظه تظاهرات خشونت‌آمیز دانشگاه مرکزی استانبول ادامه داره، اما نمیفهمیم که هدفشان چی است. تمام اطراف سنگ و چوب مظاهره کنندگان گرفته. جزئیات بیشتر در سرویس‌های خبری بعدی براتون ارائه خواهد شد. الیف ما عاجل به یک دکتر ضرورت دارم. یک دوست میخوای طفل خود سقط کنه. بدوین خوب باشه نظر کنه بدوین چی شو؟ فرار کردن نتونستی؟ به خاطر رضای خداوند کسی برام خواب بده. الیف دیدین یعنی؟ خانم ما به فکر جان خود هستم. تو الیف گفتم ایری از به هیچ کس نمیپرسه که چطور هستم. خانم رانا ما باید الیف پیدا با این کنم. حالت هیچ جای رفتن نمیتونه. بیا زود به مشکل را بریم. بیاین اینجا بشینیم. الهیم کن شما کی هستین؟ الهیم کنین. این طرفیه با تو امانت این تشویش نکن بیاده. الیف خدا را شکر چه قسم از اینجا بیرون شدی؟ نمیفهمم یک کسی برام کمک کرد. خداوند ازش راضی باشه. الیف
ایلیف خواهر تو اون طرف برو زود باش. ایلیف شفا باشه خانم. چی شده؟ کی را کار دارین؟ 1 ساعت پیش زنگ زده بودم. میخواستم امرای دکتر ملاقات. منتظر باشین. بیا تو طفلت سخت میکنی؟ نه خیر، یک دوستم. طفلش چند ماه است؟ یک و نیم ماه است. چرا خودش نامد؟ او زیاد میترسه، به خاطر که میشرمه نامد. پس درست است، فردا آماده میتونین. درباره پولش با پرستار گپ زدین؟ پولش اصلا مهم نیست، اما مشکل مهمی است که او دوست ما بسیار زیاد میترسه. نمیشه که قبل از آمدنش به اینجا به خاطر راحت ساختنش کدام دوا یا کدام پیچکاری بدین؟ خودش به کار راضی نیست نه که تو میخوایی. دکتر جان این قسم امکان برو خانم با ما درد سر نساز، کس دیگر به این کار پیدا کن. دکتر صاحب شما مرا غلط درک کردی. اما این کار غیر قانونی است، اگه کس از ما شکایت کنه تباه میشیم. ببینین بسیار زیاد پول براتان میدم، کافیست که همراه ما کمک کنین، دیگه چیزی نی. برو با ما مشکل خلق نکن. احمق ترسو. بشنوین خانم، اگه خواسته باشی مشکلات حل میسازم. تو حل میسازی؟ چندین سال میشه پیشی دکتر کار میکنم، حتما چیزی را ازش یاد گرفتیم، اما دو برابر پول میگیرم. درست است، هیچ مشکلی نیست. فردا دکتر خارج از شهر میره، تا شروع هفته نمیاد. قبول است، پس فردا کار خود شروع میکنیم. اگه بتانین این پیچکاری را برش زر کنین، بازو کاملا مثل یک جسد میشه. دو روز میشه در مقابل دانشگاه متاسفانه علیه جمهوریت مبارزه میکنن. مسئولین حجاب پوش قسمت بزرگی از این مبارزه هستن. هیچ کس خود فریب نده. پوشیدن چادر فقط به این معنا نیست که سر باید پنهان کرد. حق ماست، دست خواندن 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 حق ماست. این را خوب میفهمم. هدف این قسم اشخاص تحصیل کردن نه، بلکه پارچه ساختن ما و زیر پا ساختن قوانین ماست. و این خطر بزرگ روز به روز در حال افزایش است. ما اگر هوشیارانه این تهدیده جدی نگیریم و مانع کارایشان نشیم، کل ما به طرف تباهی میریم. به این دلیل تنها وظیفه ما حفظ کردن از جمهوریت ماست.
من به عنوان معاون دانشگاه استانبول هرچی که از دستم بیایه انجام میتم. داخل بیا. جنرال صاحب، جنرال سنجر آمده. بخواینش. امرتان بجا میشه. بفرمایین. مرا خواسته بودین جنرال صاحب؟ چند دقیقه پیش از امنیت زنگ زده بودن. بدبختانه زیا با اوش آمده و در این وضعیت پلیس میخواه اظهارات شب بگیره. گفته بودین وضعیتش وخیم است، اما خب درست است که گفته بودم، اما باید این مشکل حل بسازین. ما خودم این مشکل حل میسازم جنرال صاحب. حل کنین. بسیار زودی مشکل حل بسازین. نمیخوایم بعداً با مشکل روبرو شوین. امرتون بجا میشه. جنرال صاحب، فکر میکنم حادثه دانشگاه به زودی ختم نمیشه. وقت دولت در چنین وضعیت برسه که پلیس بالای مردم عام ظلم کنه، وضعیت بحرانی گفته میشه. بله، وصل کنین. بازده سردام دوست خودت بود؟ بله جنرال صاحب، میخوایم درباره یک موضوع شما مشوره بگیرم. بفرمایین، مشنوم. همون که خبر حمله انتحاری را داده بود. بله. میخوایم به عنوان شاهد پنهانی ازش استفاده کنیم. این نظر باید با دیگران شریک بسازین آقا اردوان. نه خیر، اول خواستم شما نظر بگیرم. به خاطر که شخص یک سرباز نظامی است، اظهاراتش گرفته نمیتونین. فقط یک نظامی میتونه که کار کنه. من کوشش میکنم که قماندان دینیز اظهاراتش بگیره. کارهای لازم انجام داده طرف شفاخانه روان میشه. قماندان، زیا به ما بسیار مهم است. امکان داره معلومات مهمه که درباره مشکلات اخیر که به وجود آمد داشته باشه و همچنان به خاطر خاموش ساختن او هر کار را انجام میتن. متوجه باش، زیا باید زنده بانه. بله. میخواستم یک دسته گل فرمایش بتون. میشه اسم گیرنده را بگوین؟ زیا کاراپنار. با کدام آدرس روان کنیم؟ برات میگم، یادداشت کنیم.
بله. چرا گپ نمیزنم؟ درست است، میخواستم یک دسته گل فرمایش بتم. آدرس برات میگم یادداشت کن. بفرمایید. شفاخانه کوشیولو، فهمیدین؟ فراموش نکنین. گل امشب باید برش برسه. درست است، شما هیچ تشویش نکنید. قماندان دنیز، جنرال قدرت در داخل منتظرتان است. درست است. همراه ما بیایید. داخل بیا. جنرال صاحب، قماندان دنیز آمدن. بخواینش. امرتان بجا میشه. بفرمایید. مرا خواسته بودین جنرال صاحب. قماندان، گزارش‌های مربوط خط جاسوسی به من میرسم. کدام مشکل وجود دارد؟ نه خیر جنرال صاحب، فعلا در حال تحقیق عمومی هستیم. به دلیل گزارش‌های بی‌بنیاد مجبور هستیم تمام گزارش‌ها را از سر بررسی کنیم. به همین خاطر کمی دیر شد. اما هیچ تشویش نکنین، به زودترین فرصت دوسیه براتون میرسه. فهمیده شد. بالای تو کاملا باور دارم. رفتم میتونی. امرتون بجا میشه جنرال صاحب. قماندان. امر کنین جنرال صاحب. قبل از اینکه زیارت چیزی شوه باید برسم. شما چطور هستین؟ فقط کم درد دارم. پس حالا براتون مسکن زرق میکنم. جاله میبخشی عجله دارم رنا. استاد جانر گفت محصلینی که خواستن به دانشگاه پناه بگیرن اجازه ندادی شد. بله، تمام دروازه ها را بسته کردم. چرا این قسم یک کار انجام دادی؟ به خاطری که امنیت محصلین داخل دانشگاه مهمتر از اوناست. پس این قسم است. در دفاعی خود ایران نوشته کن. از من شکایت میکنی خانم رنا؟ فقط ایران نمیگم. در شکایت خود اضافه میکنم که در اداره خود از تبعیض کار میگیری. اگه فقط محصلین با حجاب از دانشگاه اخراج میکردی افشا میشدی. از همین خاطر چندین محصل دیگرم شامل ساختی. همه تو نیست؟ ثبوت داری؟ پیدا میکنم. وقت پیدا کردی باز گپ بزن. مجبور میشی تا محصلین را که اخراج کردی به دانشگاه پس بگیری. فهمیدی؟ متوجه شدی رنا؟ اینجا هیچ صدای شنیده نمیشه. به خاطره که هدف اونا درس خواندن نیست. اینو چرا نمیفهمی؟ اونا فقط یک هدف دارن. اون خودت هم میفهمی. الیف، چی میخوایی؟ شما هر چی میخواین بگوین. من فقط یک ادب دارم خانم جانم، و من از درس خواندن. و hiç kasa manime şöden nemiyorum. Rüzgarlar dalımdan alsa, savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse, kavursa bile dimdik dursa, Elif gibi
تو همه قسم بزدت ادامه بده. ما میبینیم که بعد از سقط طفل چی میکنی. Acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursam Elif gibi. اوضاع چطور است؟ کدام مشکل پیش نامده؟ نه خیر آقای بازرس. درست از حال ما میایم. موبایلت جواب بده اردام، عجله کو. تو به لعنتی. تو چند روز دیگه این قسم میشینی؟ چند شب دیگه؟ نمیفهمم. الیف جان، بیبی دیدی که این راه حل نیست. خودت شاهد بودی. باز دوباره او کارم میکنن. نه خیر، این بار به تنهایی مبارزه میکنم. به هیچ کس هم ضرورت ندارم. تو چرا قدر ضدی هستی؟ چرا به گپ کس گوش نمی کنی دختر؟ حتما نمی عادتم است. تو واقعا میخوایی که دکتر شوی الیف جان؟ البته. پس اجازه بده که من برات کمک کنم. چطور؟ جرأت دختر بیبی کل چیزا از بین برد. اوزاره خراب ساختم و ای به من از کنوز مشیار نشدم؟ بعد از این هوشیار میسازیم. چه قسم؟ اختطافش میکنیم. یک جای پنهانش میکنیم. خسته نباشین آمر صاحب. به مریض گل آوردن اگه اجازه تان از به اتاقش ببرم. درست است بابا.
باشه تو رو آدم کجاست؟ چرا موبایلت جواب نمیدی اردام؟ حتما در موتر مانده. بی صدا بود، زنگش نشنیدم. چی شده؟ چرا برخطاستی؟ میخواین زیاره از بین ببرن. عجله کن. فرار کرده. الیف یه جای دیگه بریم، اینجا سرد از خنک خوردیم. شما خانه میرین؟ نه خیر جانم، تا که تو از اینجا نری ما هم نمیریم. فلیز من نمیخوایم گناه کسی را بگیرم، با تو ربط نداره، هر کس خودش تصمیم خود گرفت. اگه من نمیبودم شما به مبارزه خود ادامه میدادین. یعنی به خاطر من اینجا هستین و ما ایره نمیخوایم. بهتر از شما خانه بریم. الیف سهیلا لطفا مرا خسته نساز، بریم دیگه. الیف مطمئن هستی؟ مطمئن هستم. باز خانم رنون پیشیم میاد. ما باید ادامه بدم. سهیلا لطفا مرا درک کنی. درست است. پس و باز ملاقات میکنیم. درست است. خداحافظ. الیف متوجه خود باشیم. اما جنرال صاحب نباید با پدرت بگویی که صدایش شنیدی. از یه چیز خبر نداریم. ما نمیفهمیم که زیا کجاست، چون زندگی زیا را بیشتر در خطر مندازه. فهمیدم جنرال صاحب. اوراق گرفتی یا نه؟ نمراتش بسیار خوب است. کمک کردن میتونی هموت نیست؟ حداقل یک بار ثبت نامش کو که از دانشگاه اخراج شده. بله درست است. تو یک بار مشوره کرده دوباره برام خبر بده. بسیار تشکر میکنم. بفرمایین مادر. کجاستی بچیم؟ با تشویشت شدم. در شفاخانه هستم. در شفاخانه هستی؟ چیز شده؟ نه خیر چیزی نشده، تشویش نکنید، سر وظیفه هستم. بچیم در شفاخانه چه قسم وظیفه داری؟ شنایی میشه موبایل با ما بتی؟ بله دنیس اونجا چی گپ است بچم؟ چیزی نیست پدر، وقت آمدم میگم. مهمم نیست.
چی است؟ قرار نبود دختره دار بزنیم؟ اما قبل از اختطاف باید کمی لذت ببریم، اما تو نیست؟ تفریح کردن خو حق ماست. میشه بگی تو اصلا نمیشی اما تو نه؟ احمق حال من رایت نفهمم زود باش لیفتانه بیار شما از من چی میخواید؟ الهیم کو شما چی میکنید؟ حال من رایت نفهمم تو دشمن شما ما چی میخواید؟ لطفاً مرا اله کنید. الهیم کنید. شما چی میکنید؟ چه شده ترسیدی؟ شوخی کردن شوخی لیک زیاد ترسیدی شما عقلتان از دست دادید. کاملا دیوانه هستید. صبر کن چادر پشت دقیقا تو عقلت از دست دادی یس کجا شد؟ لعنت به شیطان. خدایا برام صبر بده. ما تو طرف میرم درست است بازم شما احمقا الیف! الیف کجاستی؟ الیف کجاستی؟ الیف! خدا لعنتش کنه او کجا هست؟ من این صدا را میشناسم. زیاد دور رفته نمیتونم حتما همینجا تو طرف راست برو، من بالا میرم.
کجا میری؟ چرا عجله داری؟ آخرین بار کلمه بخون تو طفلت از بین میبرم. الیف! خانم رنا جزایت خود دادم. تا که تو رو به میز عملیات نبرم رهایت نمی کنم. اونجا کی است؟ الیف! الیف! خانم رنا الیف تو خوب هستی؟ تو را چیزی نشده؟ من خوب هستم. وقتی رسما دیدم بسیار ترسیدم. حتما کسی از دانشگاه است. خواستن مرا بترسانند. درست است، تشویش نکن. من همراهت هستم. بیا که بره. صبح بخیر. صبح بخیر. کاکا سلیم به تو غذای گرم روان کرده. زنده باشن. دیشب چطور گذشت؟ خوب بود. الیف تو همراه دنیز گپ زدی نه؟ برش گفتم که طلاق میگیرم. او برات چی گفت؟ هیچ. پس صرف چطور؟ منصرف شدم. چرا منصرف شدی الیف؟ همه قسم خواستم. سهیلا میشه هر چیزو در درخواست طلاق نوشته کنی تا این کار زودتر خلاص شود. درست است، نوشته میکنم.
من تصمیمم گرفتم. این موضوع را از ته دل حل می‌سازم. چه قسم؟ یک کسی را پیدا کردیم برای همیشه زود تا بل نجات پیدا میکنیم. راست میگی؟ کافی است که تو یک راه آوردن ایلیفا پیدا کنی. میخوایم ایلیفا خارج از کشور روان کنم. اگه اینجا باشه بالای او کدام بلا خواهد آمد. دیروز قیامت برپا شد، امروز دوباره در همون جا شیشته. او ایلیف است. وقتی یک تصمیم گرفت انجام میده، هیچ کسی مانع او شدن نمیتونه. در انگلستان یک دوست دارم، او مسئول یک دانشگاه است. همراهش گپ زدم، برش کمک میکنه. ایلیف قبول کرد؟ او نمیفهمه دنیس. از این خاطر با کمک تو ضرورت دارم دنیس. کارای ویزا را تو حل ساخته میتونی. با تصمیمتان جدی هستین خانم رنا؟ هموتو نیست؟ بیاز تو از بین او دو نفر سنم انتخاب کردی، هموتو نیست؟ تو با ایلیف کدام آینده ای نداری. اجازه بده راه خود انتخاب کنه. حداقل این خوبی را برش انجام بده. درست است. کار ویزا را من خلاص میکنم. اما باید عجله کنین. ایلیف میخوای از ما طلاق بگیره. دعوا هم باز کرده. گرم از گرم نوش جان کنین. بسیار زیاد تشکر میکنم کاکا. نوش جانتان. دوستایی را میفهمین همه تو نیست. انسان اگر از گذشته خود پند بگیره آینده خود داشته میتونه. ما دیروز یک پند بزرگ گرفتیم. ببینین دوستا، این مبارزه با نشستن در پیش دروازه پیش نمیره. میخواین که منصرف شویم استاد؟ البته که نخیر، اما باید یک راه حل دیگه پیدا کنی. اولتر از همه هر چیز زودتر باید کارهای حقوقی را آغاز کنی. استاد، من دیروز شکایت کردم. من دیروز همراه وکیلم دیدم به خاطر امضاهایی که جمع کرده بودیم، اما نخواست مداخله کنه. پس یک وکیل دیگر انتخاب میکنیم. وکیل زیاد است. باید یک وکیل لایق باشه که به قانونی های خانم ژاله را ثابت ساخته بتونه. ما چی کنیم استاد؟ مظاهره کردن نمیتونیم، به دانشگاه رفتن نمیتونیم، در خانه بشینیم درس نخونیم. بیزو وقت زیادی را از دست دادیم. تشویش نکنیم، ما او زمان جبران میکنیم. همراه استادان ملاقات کردیم، اکثریتشان راضی هستند که در بیرون درس بتن. اما به خاطر این کار اول باید یک مکان مناسب پیدا کنیم. استاد دکان بابا کدام روز است؟ کوچه گرم میخوریم. خداوند شما راضی باشه. مشکل دیروز خودیده، نمیتونیم که شما را به درد سر گرفتار بسازیم. اونا فقط شیشه دکان شکستن نمیتونن، دوباره نصبش میکنیم. من فقط به خاطر کلچه قبول میکنم. پس فیصله شد، سر از فردا در دکان ما درس بخونین، درست است؟ خب الیف، نظر تو چی است؟ استاد، من ادامه میدم. اما در هر حالت ما باید اتفاق داشته باشیم. کاکا سلیم ما را یک جای ساخت، من در کارا برش کمک خواهد کردم. من با کاری را انجام میدم. دیدین به این شکل خرچه جبتانم میبره. قرار نیست از شما پول بگیریم کاکا سلیم، اما اگر شما اجازه بتین در کار برتان کمک کرده میتونیم. بله هر کاری که از دست ما بیایی انجام میتیم. کارای دوکانم بسیار زیاد است. مثلا من کتاب ما مفروشم. ما یک چیزا با فروش داریم. ما یگان چیز مفروشم. باید همدست باشیم دوستا. پس چرا منتظر هستیم؟ نوش جانتان. این بسیار خوب است. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад.
ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ман юсупо истора, оиладор, соҳиби 3 фарзанд, старши директори компания Фаберли ки ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. дар командаи мо зиёда аз 1000 нафар занҳои тоҷик занҳои хонашин кор мекунанд, навобаста шумо дар тоҷикистон ё дар Русия. маоши нағз ҳам мегиранд. маош 70 сомон то 7000 сомон. айни ҳол шумо дар болои экран маҳсулотҳои компания Фаберликро мебинед ки бениҳоят босифат буда нархи дастрас дорад. барои фармоиш ва кор дар WhatsApp нависен, ҳамашро мефаҳмонем. номнавис шуданд ва омӯзишаш ҳамаш бепул аст. мо ба кор қабул мекунем фақат занҳоро. хоҳиш мекунам фақат занҳои хонашин, занҳое ки ба ҳамин кор ниёз доранд нависен, ҳамашро сода карда мефаҳмонем. кадоме ки кор кардан мехоҳад марҳамат нависен дар номеро дар WhatsApp. боқӣ дар амони Аллоҳи меҳрубон бошен. худо ҳаматонро нигаҳбон боша.